بچه خسته نباشید. امیدوارم که شاد و سلامت باشید. ادامه بحثمون رو حالا زنگ گذشته ما یکی دو سه دقیقه آخر تصویر رفت، دوباره همون مباحث من تکرار میکنم. خوب دقت کنیم. ما گفتیم اگر انرژی فعال سازی برگشتمون از رفت چی باشه بچه ها؟ کمتر باشه. خب ما نتیجه گرفتیم که دلتاش منفیه و از اونم نتیجه گرفتیم که مجموع آنتالپی پیوند واکنش دهنده ها از فراورده ها کمتره، چون میخواد این دلتاهاش یه عدد چی باشه بچه ها؟ منفی باشه. همین بچه ها، همین نکته که الان اینجا هست تست کنکور هم ازش اومده، حتی محاسباتیش هم اومده. متوجه شدی چی گفتم؟ حتی تست کنکور و محاسبه دلتاهاش به کمک آنتالپی پیوندم اومده. خب ادامه بدیم بچه ها. یه سوال دیگه از شما میپرسم. تو همین واکنش، حالا چه واکنش گرماده یا چه گرماگیر، هیچ فرقی نداره. این نمودار تغییر یک واکنش گرماده هست. این که ای پریم آه، این هم که ای آه بچه ها، سطح انرژی واکنش دهنده است. از اینجا شروع میشه این ای آه. اختلاف این دوتا که میشه دلتا هاشمون. این مشخصاتش. این برای یه واکنش گرماده. یه واکنش گرماگیرم منحنی تغییراتش رو رسم کنیم. سطح انرژی فراورده بالاتر از واکنش دهنده است. اینجا ای پریم آ مقدارش بچه چی؟ از ای آ چیه؟ کمتره. این هم دلتاهاش یه عدد مثبت، این دلتاهاش یه عدد منفی. خب این نمودار یک واکنش گرماده و یک واکنش گرماگیر. سوال، ما امسال اومدیم انرژی فعالسازی یاد گرفتیم بچه ها. انرژی فعالسازی یاد گرفتیم. پارسال آنتالپی پیوند یاد گرفتیم. به من میتونه بگید بین انرژی فعالسازی و آنتالپی پیوند کدوم مقدارش بیشتره کدوم کمتره؟ یه بار دیگه. آنتالپی پیوند و چی بچه ها؟ انرژی فعالسازی کدوم بیشتره؟ الان بچه ها دارن میگن آنتالپی بیشتره، فعالسازی بیشتره، همینجور دارن میگن. خب شما بفرمایید بچه ها دیگه. دبیرستان بهشت، دوستان عزیز، دبیرستان بهشت، استان لرستان. نه دیگه به گرماده گرماگیر بودن ربطی نداره بچه ها. من این دوتا رو میخوام با هم دیگه مقایسه کنم. ببینید انرژی فعالسازی تو میخوای مواد برسونی به قله. حالا تو قله که رسید ممکنه که بعضی از پیوندها چی بشه؟ بشکنه، بعضی از پیوندها نشکنه. ما رسوندن مواد به قله، دقت کنید چی دارم میگم؟ یعنی تو داری پیوندها رو سست میکنی. پیوند بین واکنش دهنده ها رو داری سستش میکنی. اما توی آنتالپی پیوند تو میخوای پیوند رو چیکار کنی بچه ها؟ توی آنتالپی پیوند میخوای پیوند رو چیکار کنی؟ بشکنی. خب به نظر شما کدوم انرژی بیشتری میخواد؟ یه انرژی صرف سست کردن پیوند، یه انرژی صرف شکستن پیوند. خب شکستن پیوند باید بیشتر باشه. اوکی بچه ها. پس اگر توی نکته ای از ما پرسیدن این نکته رو بدونیم بچه ها. آنتالپی پیوند بیشتر از چیه؟ انرژی چیه بچه ها؟ فعال سازی. آنتالپی پیوند بیشتر از انرژی فعال سازی.
و دلیلش چیه؟ صدا مشکل داره. یه لحظه بچه ها. الان صدا خوبه بچه ها؟ صدا میاد؟ بهتر شد؟ خب خوب دقت کنید بچه ها. یه مثال حل کنیم از همین بحث. با توجه به نمودار انرژی مبادله شده است تشکیل فراورده نمودارم رسم میکنم. کدوم گزینه میشه بچه ها؟ گفته با توجه به نمودار انرژی مبادله شده از تشکیل فراورده چند کیلوجول بر مول. اطلاعات ای آر و ما داده 350، ای پریم هم داده 830. میگه دلتا هاش این واکنشمون با توجه به این اطلاعات کدوم میشه بچه ها؟ بفرمایید بگید بچه ها. خب گزینه 2. اول اینکه واکنش گرماده است یا گرماگیر بچه ها؟ بچه های از زهرا گرماده هستش چون سطح انرژی فراورده پایین تر. خب دلتا هاش بریم حساب کنیم بچه ها. دلتا هاش مساوی با ای آ منهای ای پریما 350 منهای 830 میشه چی؟ منفی 480. پس میشه گزینه چند بچه ها؟ نه دیگه گزینه 2 نیست. چرا؟ گزینه 2 غلطه. الان اکثر بچه ها گزینه 2 اعلام کردن در صورتی که گزینه 2 نباید باشه که. شما توجه نمی کنید سوال چی از شما پرسیده. گفته آنتالپی تشکیل فراورده چند کیلوجول بر مله. شما فراورده چند مول تشکیل شده؟ 2 مول تشکیل شده. عددی که اینجا به دست آوردید بر حسب کیلوجوله ولی گفته چند کیلوجول بر مول. پس تقسیم بر 2 میکنیم میشه منفی 240 کیلوجول بر مول. یه مولش از شما میخواد بچه ها. دقت نکردید. متوجه شدم بچه ها؟ بسیار عالی. پس توی خوندن سوال حواستون باشه چه واحدی از من میخواد. واحدش کیلوجول بر مله. پس من باید بدونم که تو این فرایندی که داره اینجا انجام میگیره چون 2 مول فراورده. حالا اگر به ما بگه که از مصرف همینو دیگه تشکیل فراورده نگه مصرف آ2 جواب کدوم گزینه میشه بچه ها؟ مصرف آ2 همین منفی 480 میشه چون 1 موله ضریبش 1 دیگه همون 480. اما چون گفته فراوردهمون هم 2 مول هست من باید حواسم باشه که بر حسب کیلوجول بر مول بنویسم. خب ادامه بدیم بچه‌ها. بحثمون رو ادامه بدیم.
هرچه انرژی فعالسازی بچه‌ها بیشتر باشه، هرچه انرژی فعالسازی بیشتر باشه، سرعت واکنش کمتره. خب قله اگه بزرگتر باشه تو دیرتر به قله میرسی، دیرتر به فراورده. خب همین باعث میشه که سرعتت کم بشه. پس هرچی انرژی فعالسازی بیشتر، سرعت واکنش کمتر. خب یکی از دوستان از زهرا دبیرستان فریدون شهر پرسیدن که نیاز بریم بحث شیمی 11؟ نه نیاز نیست. یه دو سه تا مثالی که حل میکنیم متوجه میشید بچه. دو سه تا مثالی که از بحث همین آنتالپی پیوند که با هم دیگه حل میکنیم متوجه میشید که همین قدم کافیه، نیازی هم نیست. خب گفتیم هرچی انرژی فعالسازی بیشتر باشه، سرعت انجام واکنش کمتره. چرا؟ چون واکنش دهنده ها برای انجام واکنش نیاز به انرژی بیشتری دارن تا بیان از سد انرژی یا قله انرژی رد بشن. خب دما چی کار میکنه بچه ها؟ با افزایش دما شما میتونید سرعت زیاد کنید. اگر از شما پرسیدن چرا با افزایش دما سرعت واکنش بیشتر میشه، خب به نظر شما آیا قله انرژی رو میاره پایین دما یا نه؟ این سوال منم جواب بدین. آیا دما قله انرژی رو میاره پایین؟ خیر. بله عالیه بچه‌ها. قله انرژی رو پایین نمیاره. زمان رسیدن به قله رو چیکار میکنه؟ کوتاه میکنه. خب حالا چطور زمان رو کوتاه میکنه؟ خب دقت کنید. زیرا انرژی واکنش دهنده ها بیشتر، تعداد چی؟ و تعداد ذرات واکنش دهنده ای که در واحد زمان میتوانند به فراورده تبدیل بشن افزایش پیدا میکنه. همین باعث میشه که سرعتمون زیاد بشه. من یه مثال خیلی ساده بگم که درک کنه دانش آموز که چرا با افزایش دما سرعت زیاد میشه. شما توی یه ظرفی مواد واکنش دهنده، تو همون مثال قبلی آدو بدو، اینا جنبششون کمه، اینا باید به هم برخورد کنن تا به آبی تبدیل بشن. حالا تو بیا دما رو زیاد کن، احتمال اینکه برخورد مؤثر انجام بشه چیه بچه‌ها؟ بیشتر میشه. احتمال برخورد بیشتر بشه سریعتر به قله میرسن و واکنش سرعتش بیشتر میشه. و اگر توی امتحان نهایی بخوام جواب بدیم چرا با افزایش دما سرعت واکنش زیاد میشه، میگیم زیرا انرژی واکنش دهنده ها بیشتر میشه. ببینید انرژی کی بیشتر میشه بچه‌ها؟ واکنش دهنده، نه فراورده. ما میخوام فراورده رو تولید کنیم. کلمات رو توجه داشته باشید. انرژی واکنش دهنده ها بیشتر میشه، تعداد ذرات واکنش دهنده ای که تو واحد زمان میخوان به فراورده تبدیل بشن افزایش پیدا میکنه و همین باعث میشه که سرعت زیاد بشه. پس روی ارتفاع قله، روی سطح انرژی دما هیچ تأثیر نداره. تنها عاملی که سطح انرژی قله یا قله انرژی رو میاره پایین چیه بچه‌ها؟ کاتالیزگره که بحثش هنوز نگفتیم به شما. اون کاتالیزگره که قله رو کوتاه میکنه. انگار یه قله جلوی شماست، شما یه تونل میزنید، از توی تونل رد میشید. که این بحثشو میگیم. حالا امروز رسیدیم یا جلسه بعد کامل برای شما توضیح میدیم. خب این ویژگی واکنش‌های گرماده گرماگیری که من تو این جزوه آوردم، انرژی به صورت گرما آزاد میشه، دمای محیط افزایش پیدا میکنه، محتوی انرژی مواد واکنش دهنده کاهش پیدا میکنه. اگر واکنشمون بچه‌ها گرماده باشه، نماد کیو باید سمت راست واکنش نوشته بشه. ببینیم ما تو این واکنش نماد سمت راست نوشتیم. این نکته که ما تو اون صفحه گفتیم اینجا آوردم. مجموع انرژی پیوند فراورده ها بیشتر از مجموع انرژی پیوند واکنش دهنده است. دیگه دانش آموز این وقتی این نکته 5 داره میخونه براش دیگه کاملا قابل درکه، چون با مثال گفتیم و فهمیدیم. و محتوای انرژی فراورده کمتر از واکنش دهنده است، یعنی فراورده پایداری بیشتری داره. اینم واکنش گرماده.
یه وقتایی بچه انرژی فعال سازی رو ببینید توی کتابتون آورده اون وسط. اینو دلتاهاش در نظر نگیرید، حواستون باش اینو دلتاهاش در نظر نگیرید. این همون یه آست. حالا ما اومدیم اینجا نوشتیم گفتیم از اینجا تا اینجا یه آ، هیچ فرقی نداره، همون یه آست. و این قسمت که ای پریم آ هستش، اختلاف این دو تا سطح انرژی میشه چی؟ دلتا هاشمون. حالا تو واکنش گرماگیر انرژی به صورت گرما جذب میشه، این اولین ویژگیش. دمای محیط کاهش پیدا میکنه. محتوی انرژی مواد افزایش پیدا میکنه. ببین سطح انرژی رفته بالا. نماد کیو سمت چپ واکنش نوشته میشه. پس هر جا شما نماد کیو رو سمت چپ دیدید بدونید که واکنشتون چیه بچه‌ها؟ گرماده. حالا همون مجموع آنتالپی پیوند واکنش دهنده اینجا بیشتر از فراورده ها میشه، چون ما نیاز به یه عدد مثبت داریم و فراورده ها اینجا دیگه پایداری ندارن، ناپایدارترن. واکنش دهنده ها پایداریشون بیشتره چون سطح انرژیش پایین تره. این واکنش دهنده ای که اینجا هست، این واکنش دهنده سطح انرژیش نسبت به فراورده ای که اینجاست پایین تره، پس پایداری بیشتر، این پایدارتره. پس توی جمله ای تو تست کنکور به شما گفتن در واکنشی که فراورده ها پایین تر است یا پایدارتر است، اصلا پایین تر هم نگه به شما، در واکنشی که فراورده ها پایداری بیشتری دارند، انرژی فعال سازیمون مقدارش نسبت به برگشت چیه بچه ها؟ بیشتره یا کمتره؟ نه دیگه بیشتر نمیتونه باشه. وقتی فراورده پایدارتر باشه، نگاه کن رو نمودار، فراورده پایداری بیشتر، یعنی دلتا هاشون منفی، پس ای آمون نسبت به برگشت کمتره. چون لحظه ای تو تستا میخوای جواب بدی باید خیلی حواست جفت باشه، دقت خیلی زیادی بکنید بچه ها. ایراد که نداره تا اینجا؟ بسیار عالی. خب ادامه بدیم. یه نکته که بچه‌هامون توجه باید بکنن و مهمم هست، این نکته که اینجا نوشتیم، سرعت واکنش به ای آ بستگی دارد، نه به گرماده یا گرماگیر بودن. خب خیلی مواقع میگه که چون واکنش گرماده سرعتش بیشتره، اصلا معنی نداره. گرماده یا گرماگیر بودن به سرعت اصلا ارتباطی نداره. یه واکنش ممکنه گرماده باشه سرعتش زیاد باشه، یه واکنش ممکنه سرعتش کم باشه گرماده هم باشه. ما سرعت واکنشمون به ای آ بستگی داره که هرچی ای آمون چی باشه بچه‌ها؟ کوچیک‌تر باشه، انرژی فعال سازیمون کمتر باشه، سرعتش بیشتره. نگاه کنید تو این شکل. و یه نکته دیگه، نسبت عددی مشخصی بین ای آ و دلتا هاش وجود ندارد، ولی میتونیم بگیم که در واکنش های گرماگیر همیشه مقدار ای آ بیشتر از چیه؟ دلتا هاشه. پس نسبتی بین ای آ و دلتا هاش نمیتونیم تعیین کنیم. تو واکنش گرماده بچه‌ها، گرماده فراورده پایدارتره، تو گرماگیر واکنش دهنده پایدارتره. خب این نمودارها رو توجه کنید بچه‌ها. سوال کتابتونم هست. گفته با توجه به نمودارهای زیر به پرسش‌ها پاسخ دهید. گرماگیر یا گرماده بودن واکنش‌ها رو بگید و علت رو توضیح بدید. خب واکنش یکمون بچه‌ها چیه؟ واکنش یکمون این واکنش دهنده سطحش اینجاست، فراورده این پایین تره، فراورده پایداریش بیشتره، سطح انرژی واکنش دهنده بالاتر از فراورده است. همین نکته باید بنویسید تو امتحانتون. پس این واکنش گرماده. واکنش یک. واکنش دو، سطح انرژی فراورده بالاتر از واکنش دهنده است، پس میشه گرماگیر. انرژی گرفته رفته بالا. این یکی هم واکنشش چیه؟ گرماده. خب بعد
میگه پاسخ خود را توضیح دهید، همون توضیحی که توی سطح انرژی شما میاین بیان میکنید. خوب دقت کنید، قسمت ب سوال از شما میپرسه که از بین این واکنش‌ها کدوم یک سریعتر انجام میگیره. خب اگه بخوام کدوم یک سریعتر انجام بگیره، ما توی سرعت اولین کار میکنیم میریم ای آر رو نگاه میکنیم. توی واکنش یک ای آ 40، توی واکنش دو 50 است، اما تو واکنش سه 30 کیلوش. پس قله‌ای که ما اینجا داریم برای واکنش سه ارتفاعش کمتره، سرعتش بیشتره. پس اگه بخوام مقایسه کنیم این ستاره بر اساس سرعت مقایسه کنیم، میگیم واکنش سه سرعتش بیشتر از واکنش یکه و واکنش یک هم سرعتش بیشتر از واکنش دوه. این سرعته. تو این نمودارهایی که اینجا داریم کدوم یک سرعتش کمتره؟ این 50 کیلوژول. تو 50 کیلوژول انرژی نیاز داری تا بری اون قله. اما این 30 تا، خب این 30 تا کسب کردنش خیلی راحت تره. یا اصلا دانش آموز بگه آقا این ارتفاعش 30، این ارتفاعش 50، خب واضحه این 30 تا رو راحت تر میتونیم بریم دیگه. پس سرعت واکنشمون بیشتره. سوال بعدی که سوال کتابتون هم هست و تست کنکور هم ازش اومده، خود این سوال نکته است. ببین همین نکته رو باید توجه داشته باشید. باید بدونید که فسفر سفید برخلاف گاز هیدروژن در هوا و در دمای اتاق میسوزد. فسفر سفید برخلاف چی بچه‌ها؟ گاز هیدروژن در هوا حتی تو دمای اتاق میسوزه. برای همین اینو تو آب نگه میدارن. تو فضای آزاد نمیتونه، میسوزه. بمب‌های فسفوری شنیدید دیگه؟ چون واکنش پذیریش زیاده، سرعت تجزیهش خیلی زیاده. خب الان کدوم یک از این نمودارا مربوط به فسفر سفید میشه و کدوم یک مربوط به هیدروژن میشه؟ نمودار دو. چون واکنشش خیلی زیاده، سرعتش زیاده، پس این مربوط به چی میشه؟ فسفر سفید میشه واکنش دو. چرا؟ چون سرعتش خیلی زیاده. بله. خب ادامه بدیم بچه‌ها. یه چند تا تست از همین مبحث با هم دیگه کار کنیم. این تست رو توجه کنید. گفته با توجه نمودار زیر کدام گزینه نادرست است؟ واکنشی بچه‌ها، واکنش سمت سمت چپمون که ب هستش گرماگیره و این چی؟ گرماده. خوب دقت کنید. میگه واکنش دو تا اوهاش که تبدیل به هاش دو او و او میشه با آزاد شدن 78 کیلوژول گرما. خب درست هست بچه یا نه؟ جمله اول. اگه نمودارا رو خوب دارید میبینید، مواد معلومه، نگاه کنید. از این ور داره میگه، یعنی اگر واکنشمون از این ور بیاد دو تا اوهاش تبدیل بشه به چی؟ هاش دو به اضافه او. با آزاد شدن 78 کیلوژول همراه هست یا نیست؟ خب بچه دلتا هاشمون چنده؟ به من میگید دلتا هاشمون چنده؟ دلتا هاشمون
72 دیگه نگاه کنید دیگه. 72 اون اینجا توجه چرا نمی‌کنید بچه‌ها؟ این تیکه که الان رفتی، این واکنش رفت اگه باشه 78 میشه انرژی فعالسازی. از واکنش دهنده تا قله میشه انرژی فعالسازی. از فراورده تا قله میشه رفت. من اصلا برگشت. این تیکه که الان داریم میگیم به این میگیم دلتا هاش. چند کیلوژوله؟ 72 کیلوژول. خب اگر این واکنش از این ور، من این دارم با رنگ آبی نشون میدم، از این سمت بره بالا و تبدیل به فراورده بشه، چون واکنش گرماگیره چقدر انرژی جذب میکنه؟ 72 کیلوژول. ببین این فلش رنگ آبی که من نشون دادم، این واکنش رفته. 72 کیلوژول انرژی داره جذب میکنه چون گرماگیره. اما برعکسش بیاد، اگر واکنش معکوس بشه دلتا هاش چی میشه بچه‌ها؟ اگر واکنش معکوس بشه دلتا هاش قرینه میشه، پس میشه منفی 72 کیلوژول. این 78 از کجا اومده؟ یعنی شما از این سمت، از سمت فراورده بیای به واکنش دهنده، دلتا هاشش به جای 78 باید می نوشت چقدر؟ 72 کیلوژول. این اشتباهه. نه انرژی فعال سازی. مگه ما دلتا هاشو انرژی که آزاد میکنه یا جذب میکنه از روی ای آ تشخیص میدیم. اختلاف ای آ و ای پریم آست. دو واکنش از نگاه آنتالپی با هم متفاوتن دیگه. یکی منفی 392، یکی دیگه چی؟ یا یکی گرماده است، یکی دیگه گرماگیر. انرژی فعالسازی واکنش آ در جهت رفت 3 برابر انرژی فعالسازی واکنش B در جهت برگشته. خب ای آ در جهت رفتمون چنده بچه‌ها؟ 78. گفته 3 برابر انرژی فعالسازی واکنش B در جهت چی؟ برگشت. این که 18 ای آمون برای واکنش آمون 3 برابر انرژی فعالسازی واکنش برگشت. خب برگشتمون اینجا چند از اینجا تا اینجا؟ این وسط 6 کیلوژول. 3 برابر هست یا نیست؟ ای آ توی واکنش آ 18 کیلوژوله، ای پریم آ تو واکنش ب 6 کیلوژوله، پس 3 برابرشه دیگه. بعد میگه سرعت واکنش آ بیشتره. سرعت واکنش آ بیشتر هست یا نیست؟ این انرژی فعالسازیش 18، این انرژی فعالسازیش 78. خب واضحه که سرعت واکنش آمون خیلی بیشتره. و تشکیل هر مول اکسیژن با آزاد شدن 196 کیلوژول همراه است. اینجا چند مول اکسیژن داره آزاد میشه بچه‌ها؟ اینجا 2 تا O2 داره آزاد میشه. 2 مولش چقدر بچه‌ها؟ 390 و چند؟ 2. پس 1 مولش چقدر میشه؟ تقسیم بر 2 میشه دیگه. که میام حساب میکنیم. یه سوال دیگه. گفته با توجه به نمودار تغییر انرژی نسبت به پیشرفت واکنش رو در مقیاس یکسان داده. کدوم عبارت درست؟ دلتا هاش واکنش B و P برابر و از دلتا هاش A بزرگتر. B و P. B دلتا هاشش اینه. P هم دلتا هاشش اینه. آیا دلتا هاش با هم برابره این دوتا؟ خیلی. 2. واکنش B از نوع جانشینی دوگانه است. حالا کاری نداریم که بحث قبل بوده، کوچکترین دلتا هاشو داره. کمترین دلتا هاشو داره یا نداره؟ مقیاسا گفته برابر دیگه. ما دلتا هاش بمون نسبت به آ و چی پ کمتر. هر سه واکنش گرماده، هر سه تا گرماده هستن بچه‌ها.
خیر، شما واکنش آ نگاه کنید، گرماگیره. واکنش 2 تا NO به اضافه Cl2 که 2 تا NOCl میده در صورت انجام گرماده هست. 2 تا NO به اضافه Cl، یعنی برعکس این، از این سمت. در صورتی که میگه انجام بگیره گرماده، بله کاملا درست. یه چند تا تست کنکورهای اخیرم ما هم دیگه کار کنیم بچه‌ها. تست این فصل بچه‌ها خیلی راحت تر از فصل 1 و 2 و به راحتی هم بچه‌ها میتونید چیکار کنید؟ من سوال 508 رو نگاه کنید، صفحه 113 جزوه‌تونه بچه‌ها. گفته کدام موارد بچه‌ها درسته؟ الف، در واکنش گرماگیر فرآورده‌ها از واکنش دهنده‌ها پایدارترند. جمله الف درست هست یا نیست بچه‌ها؟ بگید بچه‌ها. خیر، برای من واکنش گرماگیر همینجا یه کوچیک رسم میکنم، این گوشه نگاه کنید. این یه واکنش گرماگیر، فراورده بالاتره، پس فراورده ها سطح انرژی بالاتر، پس پایدارتر نیستن. چی هستن بچه ها؟ ناپایدارتر. پس این عبارت الفمون غلطه، گزینه 1 گزینه 2 هست میشه. بین 3 و 4 چی مشترکه بچه ها؟ ب مشترک. حالا برو بررسی کنیم. دقیقا همین جمله کتابی که خوندیم، انرژی فعالسازی سوختن فسفر سفید در مقایسه با گاز هیدروژن کمتره. بله، اگه کمتر نبود که اینو تو آب نگه نمی داشتن. پس این عبارت درست. حالا ما تو بین گزینه 3 و 4 ب مشترک بود که دیگه مشخص بود. سرعت انجام واکنش‌های گرماده بیشتر از سرعت انجام واکنش‌های گرماگیره. بگید بچه‌ها. مگه ما سرعت، ببینید نکته‌ای که اونجا گفتم بچه‌ها توجه نمی‌کنن و دقت نمی‌کنن. ما گفتیم که سرعت به گرماده یا گرماگیر بودن واکنش ربطی نداره. به چی ربط داره بچه‌ها؟ انرژی فعالسازی. پس اینجا وقتی به من میگه سرعت انجام واکنش گرماده بیشتر از گرماگیره، اصلا ربطی به هم دیگه ندارن. این غلطه. گزینه 3 رو رد میکنیم. گزینه 4 که ت هستش و عبارتش درسته، هنوز راجع به مبدل کامل توضیح ندیم ولی میدونیم که این جمله درسته. خیلی مواقع تو تستای کنکور سراسری خیلی مواقع اتفاق میافته یه جمله‌ای که تو اصلا نمیدونی، اما با انتخابت، با حذف گزینه خیلی راحت میتونی درست غلط بودنش رو چیکار کنی بچه‌ها؟ تشخیص بدی. خب ادامه بدیم بچه‌ها. تو این مباحث که راجع به کاتالیزگر رو میخوام بذارم جلسه بعد، یا مبدلا رو میخوام بذارم جلسه بعد توضیح بدم. سوال 511 توجه کنید بچه‌ها. گفته فسفر سفید برخلاف هیدروژن در هوا و در دمای اتاق به طور خود به خودی آتیش میگیره. بنابراین در آزمایشگاه آن را زیر آب نگه میدارند. خب تا اینجا که ایراد نداره، تموم. میگه آب چه نقشی داره اینجا؟ آیا کاتالیزگره؟ به نظر شما میتونه گزینه 1 باشه؟ خیر. مگه میشه کاتالیزگر؟ یعنی سرعت میخوای بدترش کنی؟ خود به خود داره آتیش میگیره.
تو بیا کاتالیزگر آب که دیگه کاتالیزگر بهش اضافه کنیم بدتر میشه، پس این غلطه. بازدارنده کاهش دهنده ای آ، افزایش دهنده ای آ. تنها عاملی که، خوب دقت نمی‌کنید بچه‌ها، بعضی اشتباه جواب دادن. تنها عاملی که ای آ رو میاره پایین کاتالیزگره. وقتی تو کاتالیزگر رو حذف کردی تو گزینه 1، پس کاهش دهنده و افزایش دهنده رو باید حذف کنی. به عنوان بازدارنده است، اجازه نمیده واکنش انجام بگیره، میشه گزینه 2. ایراد که ندارید بچه‌ها. خب سوال 512 خوب دقت کنید. این اومده با شیمی 11 هم از همون آنتالپی پیوند چیکار کرده؟ ترکیب کرده. خوب دقت کنید. گفته با توجه به شکل زیر انرژی پیوند NO رو به ما داده، N2 رو به ما داده، O2 رو هم داده، ترتیبشو گفته. جمع جبری دلتا هاش و ای آی رفت، حتی اسم کلمه رفت هم به شما گفت. اگرم نمیگفتم بچه‌ها، اگرم نمیگفتم چی؟ همون رفت بود. خب میخوام بچه به این سوال جواب بدید. سوال از ما جمع جبری دلتا هاش. ای آمون توی واکنش چقدره بچه ها؟ تو این واکنش ای آ رو من دارم هایلایتش میکنم 381. پس یکی از اینا رو داریم 381. دلتا هاشو من برم چجوری حساب کنم؟ طبق اون چیزی که بچه ها ما توی شیمی 11 هم یاد گرفتیم. مجموع آنتالپی پیوند واکنش دهنده ها منهای فراورده ها. ما واکنش دهنده همون 2 تا NO داریم، پس دلتا هاش مساوی با 2 تا آنتالپی پیوند N با O. این شد واکنش دهنده ها. منهای فراوردمون آنتالپی پیوند N با N به اضافه آنتالپی پیوند O با O. خب اطلاعاتشو که سوال به من داده، هم سگانه نیتروژن، دوگانه اکسیژن و دوگانه NO رو به من داده، من میتونم برم دلتاهاش حساب کنم. اینجا دلتاهاش بچه شما هم حساب کنید. دلتاهاش مساوی با 2 برابر NO رو نگاه کنیم. توی سوال به ما گفته 607 منهای N2 944 به اضافه 496. خب اینجا به من بگید دلتا چند میشه بچه ها؟ یه جمع ضرب انجام بدید. به نظر شما مثبت باید بشه یا منفی؟ اینم به من بگید. اینه که میتونید بگید بدون اینکه محاسبه انجام بدید. مثبت یا منفی؟ منفی، چون واکنشمون گرمادهه، سطح انرژی فراورده اومد پایین. اوکی. دلتا هاشو اگه بریم حساب کنیم میشه منفی 226. منفی 226. من اینجا هایلایت میکنم که بچه‌ها ببینن. خب ولی سوال این از ما نمیخواد. خیلی حواستون جفت باشه بچه‌ها. تو خیلی از سوالای کنکور طراح میاد عددی که شما وسط کار به دست آوردینم تو گزینه‌ها میاره. دانش آموز ممکنه یه لحظه در 226 میگه من رفتم حساب کردم، یه نگاه به گزینه میندازه و ممکنه این اشتباه بکنه توی تستا. تو امتحان که نه، اصلا چنین اشتباهی نیست و بیاد اون 226 رو انتخاب کنه. در صورتی که سوال از ما چیه میخواد؟ جمع جبری دلتا هاش و ای آ رو میخواد. این پایین می‌نویسم بچه‌ها. دلتا هاش به اضافه ای آ. من دلتا هاش هم منفی 226، ای آ هم 381 که اختلافشون یه عدد مثبت میشه که همه گزینه‌ها ببینیم همه مثبتن. یه عدد مثبت میشه، این دوتا که حذف میشه. که یه منفی مثبت نمیتونه از 381 بیشتر بشه. و نسبت به این دوتا ما جواب میشه مثبت 155 که گزینه 1.
بله کاملا درسته آقای خیرتمند، عالی. از این سوالات برای امتحان نهاییتون بچه ها کار کنید، امکان داره که ازش سوال بیاد. خب بریم سوالای تستای دیگه از این بحث کار کنیم. این تست رو میذارم زمانی که مبدل ها رو گفتم، سوال 513. خب خوب دقت کنید بچه ها. گفته با توجه به نمودار انرژی پیشرفت واکنش های زیر، چند مورد از مطالب زیر درست است؟ مقیاس عمودی یکسانه. یعنی مقیاس ها رو میگه با هم چی؟ یکیه. خب واکنش یک و واکنش دو، من هایلایتش میکنم، وقتی داریم میخونیم گزینه ها رو دیگه مشخص تری نگاه کنیم. خب تشکیل فراورده در واکنش دو آسانتر است واکنش یک. به نظر شما هست یا نیست؟ این آسانتر بودن برای چی داره بیان میکنه؟ اینو به من میتونه بگید؟ یعنی سریعتر واکنشمون. ما تو واکنش دو انرژی فعال سازیمون نسبت به واکنش یک خیلی کمتره، تقریبا میتونیم بگیم مثلا نصفه. پس فراورده‌ای که تو واکنش دو داره تولید میشه سرعتش بیشتره، سریعتره. پس جمله اولمون بچه‌ها چیه؟ درست. جمله اولمون درست. درست. خب جمله دوم گفته در واکنش یک از کاتالیزگر استفاده شده است. مقدار استفاده شود مقدار آمن‌های بی بزرگتر می شود. درست هست یا نیست؟ حالا ما راجع به کاتالیزگر چیزی نگفتیم، ولی اینو بهتون بگیم کاتالیزگر وقتی استفاده میکنه این نمودار باشه. جلسه بعد دوباره توضیح میدم بچه‌ها. این نمودار حالت معمولی باشه وقتی کاتالیزگر مسیر رو کوتاه میکنه، رو دلتاش که این تأثیری نداره. یعنی در هر حالت چه بدون کاتالیزگر چه با کاتالیزگر دلتاهاشمون همینه، فقط کاتالیزگر میاد این قله رو کوتاه میکنه، سرش میاره پایینتر، قله کوتاه میشه، انگار یه تونل زدیم تو قله. خب وقتی به ما میگه ما از کاتالیزگر استفاده کنیم آمن‌های بزرگتر میشه، آمون که انرژی فعالسازی مقدارش کمتر میشه، پس باید چی بشه؟ آمن‌های بزرگتر نمیشه، کمتر میشه. پس این عبارت به غلط. این دو تا مورد بررسی کردیم. خب تی رو بررسی کنیم بچه‌ها. این تست کنکور ریاضی 400 در شرایط مناسب پ رو بررسی کنیم. بعد آنتالپی واکنش دو برابر سی منهای دی. خب نگاه کنید درست هست یا نیست بچه‌ها؟ ت رو بررسی کنید. میگه آنتالپی واکنش چی؟ آنتالپی واکنش دو برابر سی منهای دیه. خب سی منهای دی میتونه باشه؟ خب دقت کنید بچه‌ها، ما آنتالپی رو چجوری به دست می آوردیم؟ برگشت منهای رفت میکردیم یا رفت منهای برگشت؟ پس میشه دی منهای سی، نه سی منهای دی. خوب دقت نکردید بعضی از بچه‌ها. اینجا رو نگاه کنید، انرژی فعال سازیمون رو من هایلایت میکنم. توی واکنش دو انرژی فعال سازیمون دیه، برگشتمون سیه. اگه بخوام دلتاهاش رو حساب کنیم می‌نویسیم این دلتاهاش میشه دی منهای سی، نه سی منهای دی. پس این عبارت چیه؟ غلطه. تی رو بررسی کنیم بچه‌ها. میگه در شرایط مناسب انجام دو واکنش، یعنی تو تا واکنش شرایطشون مناسب باشه، O2 سریعتر از Cl2 تشکیل میشه. هست یا نیست بچه‌ها؟ O2 اینجاست تو واکنش دو،
تو واکنش یک هم Cl2 کدوم یک سریعتر تشکیل میشه؟ O2 یا Cl2؟ اصلا به گرماده و گرماگیر بودن بچه ها دوستای از زهرا توجه داشته باشید، اصلا به گرماده گرماگیر بودن کاری نداشته باشید. شما برید ای ها رو نگاه کنید، الان تو واکنش یک ای ها بزرگتره یا واکنش دو؟ واکنش یک. خب با تشکیل Cl2 خیلی سخته، اما تشکیل O2 چون ای هاش کمتره سریعتره دیگه، چون بحث سرعت بیان کرده. ببینید بحث سرعت من دورش خط کشیدم، پس این عبارت درسته، تشکیل O2 سریعتر از Cl2. اصلا من نگاه نکردم به گرماده یا گرماگیر بودن واکنش. و مورد آخری 3 انرژی فعال، انرژی لازم برای تشکیل 1 مول گاز کلور برای تشکیل 1 مول گاز اکسیژن نیز کافی است. خب اینو جواب بدید بچه‌ها. درسته یا غلطه؟ درست غلطش رو به من بگید. ببین تو این کلاس اگه فکر کنید راجع به یک موضوعی خیلی به نفع، تا اینکه من بیام پشت سر هم درس بدم و برم، خوب دقت کنید. بعداً هم تو فیلم هم دارید نگاه میکنید، آفلاین هم دارید نگاه میکنید، هم همون لحظه فکر کنید راجع به این موضوع. گفته انرژی لازم برای تشکیل 1 مول گاز کلور. آقا چه انرژی نیاز دارید؟ به من میتونه بگید؟ مقدار انرژی من نیاز دارم. من دورش رو خط کشیدم. چرا؟ چون انرژی فعال سازیه. برای تشکیل 1 مول CO2 چی بچه‌ها؟ یک مول O2 چی؟ دی کیلوژول انرژی نیاز داریم. گفته انرژی لازم برای تشکیل 1 مول گاز کلور برای تشکیل 1 مول گاز اکسیژن نیز کافی است. حتی اضافه هم هست بچه‌ها. شما O2 رو بخوای تشکیل بدی، دی کیلوژول انرژی نیاز داری. اما میگه اگر من آ کیلوژول استفاده کنم چی؟ خب واضح نسبت به دی آ بیشتره، هم کافیه هم اضافه هم میاد. دیگه نمیتونیم بگیم تقریبا درسته، میگیم هم کافیه هم انرژی هم اضافه هم میاد. پس این جمله کاملا درسته. چند مورد شد؟ 3 مورد. میشه گزینه دی. خب بریم سوال یا تست بعدی. تست 515. الان به من میتونه بگید، خوب دقت کنید بچه‌ها، تو این تست تایید ببین تو این پرانتز چی نوشته؟ گفته در محورهای عمودی نمودارها مقیاس یکسانه. خب الان سرعت کدوم واکنش بیشتره بچه‌ها؟ 1 یا 2؟ بله 2 بیشتره. چرا؟ چون انرژی فعالسازیش کمتره، سریع به قله میرسه، اون دیرتر میرسه. خب حالا این سرعتش بیشتره، 2 1 سرعتش کمتره. میخوام یکی یکی گزینه ها رو بررسی کنیم. گفته کدام مطلب 1 در صورت تامین آ کیلوژول انرژی هر دو واکنش 1 و 2 انجام پذیرند. درست هست یا نیست بچه‌ها؟ دیگه واضح برای واکنش 1 شما چند کیلوژول انرژی نیاز داری؟ من هایلایتش کردم. چند کیلوژول؟ آ کیلوژول. خب این که تامین شد. برای واکنش 2 این آ کیلوژول حتی اضافه هم میاد. پس برای هر دو واکنش آ کیلوژول میتونه برای 1 کافی باشه، این برای این اضافه هم هست. پس جمله اولمون بچه‌ها درسته. جمله اولمون درست. ولی سوال به ما میگه کدام مطلب نادرست است. جمله دوم بچه‌ها بررسی کنید. جمله دوم گفته، برای من میخونم جمله رو توجه کنید. گفته گرمایی که به ازای مصرف 1 مول ای
آزاد می شود برابر بی دوم کیلوژول است. یعنی چی؟ یه بار دیگه. خب من ای و مصرف ای، تو کدوم واکنش ای داره مصرف میشه بچه ها؟ تو کدوم واکنش ای داره مصرف میشه؟ واکنش دو. بله، این که ایراد نداره. من حالا از عمد پرسیدم بچه ها. خیلی مواقع میبینیم که توی این واکنش 1 و 2 الان ما توی 1 اصلا ای نداریم، آ و دی و آدی داریم. اگر توی واکنش 1 ای داشته باشیم و سمت فراورده دیگه مصرف نیست، چی میشه؟ تولید. طراح میاد چیکار میکنه؟ گولتون میزنه، میگه که ببین، به فرض دارم میگم فراورده ای داشته باشیم، اینجا توی گزینه 2 اصلا اسمی از واکنش نیاورده، نگفت کدوم واکنش، ولی از روی این میتونیم تشخیص بدیم که طراح هدفش واکنش چنده بچه ها؟ 2، نه واکنش 1. اون واکنش 1 درسته ای نداریم، الان دانش آموز داره تشخیص میده، ولی ممکنه که توی واکنشی باشه که ای سمت فراورده باشه، من ای رو پاک میکنم. این نداریم الان. اگر باشه ما از مصرف یا آزاد یا تولید حواسمون باشه، میتونیم تشخیص بدیم. خب چند ای داریم توی واکنش 2 مصرف میشه بچه ها؟ چند مول داره مصرف میشه؟ 2 مول مصرف میشه. وقتی 2 مول مصرف بشه، اینجا توجه کنید، وقتی 2 مول مصرف بشه چقدر انرژی آزاد میکنه؟ من با فلش نشون دادم. چقدر انرژی؟ بیتا. بیتا نه، بیتا. گوش دادی بچه ها؟ حالا سوال داره به من چی میگه؟ 1 مول باشه پس میشه بی دوم، برای 2 مول بی مقداره، اما برای 1 مولش بی دومه، پس کاملا این جمله چیه؟ درست. پس 2 تا عبارت اول و دوم درسته. عبارت سوم بچه ها بررسی کنیم. عبارت سوم گفته در واکنش 2 در مقایسه با واکنش 1 فراورده ها نسبت به واکنش دهنده ها پایدارترن. هستن یا نیستن؟ چون مقیاس یکسان بود بچه ها، چون ببین خود جمله داره به من میگه مقیاس چون یکسانه، من نگاه میکنم فراورده تو واکنش 2 این خودش خدچین کشیده، تو واکنش 1 فراورده اینجاست، ایناش کدوم بالاتره کدوم پایینتره؟ فراورده واکنش 1 پایینتره یا واکنش 2؟ فراورده واکنش چی بچه ها؟ واکنش 2. همین باعث میشه که پایداریش بیشتر. این عبارت درسته، عبارت چهارم غلطه. حالا دلیل غلط بودنش هم بیان با هم دیگه بررسی کنیم. چرا عبارت چهارم غلطه؟ و قرار نیستش که تو تست کنکور ممکنه که همین تست با همین مشخصات نه، با تغییراتی بگه چند مورد. ما خیلی مواقع تو این مواردی ها بچه ها ایراد دارن، 2 تا 3 تا مورد رو قشنگ کاملا درک میکنن، صحیح غلط بودنش رو میفهمن، 1 مورد برای اینا چی میشه؟ قابل درک نیست، خیلی سخت میشه، اذیت کننده است. حالا مورد 4 میگه گرمای آزاد شده به ازای تشکیل 2 مول عادی از گرمای آزاد شده به ازای تشکیل 1 مول X بیشتره. چون مقیاس یکیه، گرمای آزاد شدهش نگاه کن، اینه، این مقیاسش اینه، گرما، این بیه دیگه، بی مقداره، این دلتا هاشمون. خب به نظر شما واکنش 2 گرماش بیشتره یا واکنش 1؟ واکنش 2 بیشتره دیگه، درسته؟ پس این عبارت غلط. خب بسیار عالی بچه ها، امروز خیلی عالی بود. ما شروع فصل 4مون با انرژی فعالسازی بوده که توضیح دادیم، نمودارها رو توضیح دادیم. هفته آینده ما کاتالیزگرها رو میدیم، دقت بیشتری میخواد، سوال بیشتری ترکیبی از بحث این هفته و هفته دیگه که کاتالیزگرها رو میگیم تو 1 زنگ یا 2 زنگ با تستا جمع میکنیم که زنگ سوم هفته آینده میایم
راجع به کودهای شیمیایی و تعادل‌ها بحث می‌کنیم، مقدمه‌شو رو بهتون میگیم و انشالله بقیه‌شو برای جلسات آینده. خستم نباشید. خدا نگهدار.